وزارت بهداشت ایتالیا به مردم هشدار داد ویروس انگلیسی در این کشور به سرعت در حال گسترش است. مقامات بهداشتی ایتالیا اعلام کردند شمار افراد آلوده شده به ویروس انگلیسی که در بیمارستان بستری شدند به شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های رسمی مؤسسه عالی بهداشت، همکنون 14 استان در ایتالیا آلوده به ویروس انگلیسی است. از سوی دیگر، کرونا انگلیسی به سرعت در میان کودکان و نوجوانان در حال گسترش است. گسترش پرشتاب ویروس انگلیسی در ایتالیا مسئولان بهداشتی این کشور را نگران کرده است. در این شرایط دشوار بهداشتی من از همه شهروندان درخواست می‌کنم همچنان مسئولانه شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنند. در حال حاضر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایتالیا برای مقابله با ویروس انگلیسی به حالت آماده باش درآمدند. مقامات بهداشتی ایتالیا از اون بیم دارند که تا چند هفته آینده کرونا انگلیسی بتونه به گونه غالب این بیماری در این کشور تبدیل بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.